Okamides. Welcome to my YouTube channel. خب بچه امروز میخوام راجع به اکسپدیشن تریتیری یا همون اکتشاف تخم تخیلی سیوسه صحبت کنیم. این بازی از نظر من داستانش خیلی قوی بود. من به شخص داستانش به عنوان یک اثر آرپیجی فانتزی دوست داشتم. موسیقیش فوق‌العاده بود، ولی یه سری دلایل کوسشری هست که این بازی به نظر من باعثش اوورریتد باشه و برای من کوسشر باشه. شاید برای تو کوسشر نباشه که به خود مربوطه. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. این بازی فقط موسیقی و داستان داشت، بقیه چیزش کوسشره. حالا اول آقا بازی آرپیجیه. بازی آرپیجی این چی؟ یعنی گشت گذار. اسم بازی کیری گشت گذار اکتشافه. پس تو مینی مپ نداری؟ خب مادر تو گایدم برای چی میخوای من گم بشم تو این بازی؟ فکر میکنی اگه من گم بشم از این بازی بیشتر لذت میبرم؟ نه. اکل میری تو اصای من بزرگترین مشکلم اینه که توی بازی صدا داره خودم بشرمم. آقا نمیخوام بشرمم صدا داره خودم. یعنی بازی های سولز لایک تو میری مپ آنلاکش میکنی. آقا میدونی اینجا بودی حداقل. اینجا یه دونه اومدن یکی اومدن نه تو گاییده. اینجوری نزن، اونجوری بزن، ملایم بزن، به اون کاری نداشته باش. آقا بعد شما وقتی وارد هر چپتر میشی مپ‌های بازی عین هزار توه. بعد هزار توه نه، یعنی مثلا هزار توه چیزای جدید داشت اوکیه. برداشت قبلی رو کپی پیست کرد کسکش گذاشتی دوباره همونجا. او مگه من الاف تو هم کسکش چرا کیر میکنی تو دهن من؟ روزهای عجیبیه دیگه. کیپون تو دهن خودت به خود سختی ده بازی بهتر بساز. لاشه گرفتم مپو پیچوندن که فقط تایم گیم پلی بره والا. بابا لاشی مپت انقدر پیشتر پیچه کوسچر کپی پیست نبود قشنگ فکر میکنم 6-7 بازی میافتاد کم کم. ببین کوسکش براشی مپو پیچوندی تو گیم تایم بازی تو ببری بالا. مردم نفهمن استوری استیک کمه. همین طرفا بکنم تو جونه. بعد تو این قسمتی که آقا شما تو این گیم حیرونی همش یعنی توی مپ چون مپ نداری. بعد یه اوش کارکستون بغل وایستادن دوباره آقای دایی چی هن. قبل بازی امباپه رو صدا زدم گفتم کیلیان. گفت چی میگی؟ گفتم کیلیان. گفت چی میگی؟ گفتم کیلیان. یعنی وایستادن با دعوا کنن سمی فایت و باس فایت و بعد نیمینت کوس کشد. این آفریقایی هم میدونن سمت دنگار غذا داری. Ọlọ́run ìgbàlà Mọ́sádìyà Ọlọ́run ìwò چونت بذارن. بعد آقا تو یه دونه فایت میدی دوبار فایت میدی تو اون فاز حیرونی ها نه اینجا اصلا بدونی داری راه درست میدی حیرونی. آقا نمیدونه کجای چه گوی داری میخوری. 4 فن دیگه اهمیت چی میگیره یه جا. آقا یعنی من کیرم تو اکسپدیشن 33. درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت، به جسارتت، به شجاعتت. بسه نمیخوام فایت بدم. لطفا بهم سینماتیک نشون بده. لطفا بهم خط بازی رو نشون بده. دارم دیوونه میشم انقدر دارم فایت میدم. نمیخوام. بسه. بعد تو بازی آرپیجی ها اسپان میشه دوباره همون انمی دیگه. و تو انقدر با این موجودات مختلف فایت میدی وقتی یه دور میزنی حیرون دیگه گم شدی بگاه رفتی. میری دوباره این کسفیش اونجاست. بعد حالا دو در میشه من اینو زدم من اینو نزدم این منو کرده من اونو کردم. بعد دیگه بس خسته شدم دارم عرق میریزم. من اومدم بازی کنم لذت ببرم. اگه میخواستم به این فشار بد میرفتم دارک سولز که خیلی از بازی تو بهتره. بعد حالا دارم بازی میکنم من فاینال فانتزی بازی کردم. از آرپیجی ها کارکترها همه سوپر. اصلا دختر باشی دلت میخواد به کارکترهای فاینال فانتزی بیدی. حالا پسرم باشی که با دخترها نمیگم میخواد چیکار کنی درست نیست. ولی کاراکتر اکسپدیشن 33 مثلا همین گوستاف نقش اصلی کل گیم شبه کال پاک پیکان لاشی. یعنی یارو شبیه رندوم ترین NPC تو بازی اوبیسافته.
ننگ بر تو باد. یعنی از این توهین بدتر من نمیتونم به گیمی بکنم. کاراکتر اصلی شبیه NPCه. پدر سگا این چه شکل و قیافه شما از کجا اومدین؟ بعد بازی اصلا ساید استوری نداره، بازی حتی صافه. RPG حتی صاف باشه یعنی کوسشر. با من ساید استوری میخوام ازت، من میخوام چرکتر دیولپمنت های ساید چرکتر ها ببینم. باسو بزن برو بعدی کسکش بخواب زمین مادر جان. من نمیخوام من اینطوری بازی کنم، این RPG نیست دیگه. بعد و میدونی این همه کاراکتر تو گیمت معرفی میکنی، آخر گیم تقریبا شیر میره تو دهن همشون، 200 تا کاراکتر پلیر استفاده میکنه. اصلا اینقدر اون 200 تا اوپی میشن یه نیازی نیست تو بخوای بقیه استفاده کنی. خب این درست استوری بازی RPG. یعنی من موقعی که فاینال فانتزی 15 داشتم بازی میکردم، چه میدونم 15 سال پیش بود، از هر 4 تا کاراکترم استفاده میکردم، چون هر 4 تاشون برام جذاب بودن. هر کی سبک مناسب فعال خودش داشت. نمی‌رفتم فقط با کاراکتر اصلی بازی کنم برینم تو گیم. هیچ از آپشن‌های مهم این بازی کسخر آپشن پری کردنه. خیلی مهمه، اگه خوب یادش بگیری ننه بازی رو میگاری، ولی اگه درست یادش نگیری ننت گاهیده است. مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. خب درست نیست همچین آپشنی تو بازی به این شکل باشه. یعنی پری کردن اوکی ها، دارک سولز پری کردن داره خب، ولی شما تو دارک سولز نتونی پری کنی، درست سبکای بازی یکی نیست، نتونی پری کنی میتونی داج بدی، ولی اینجا پری کردن بلد نباشی نلت گاهیده است. درست نیست این چیزی. سبک من مشکلم با ایناشه. نمیگم کاملا اثر تخمیه، ولی با ایناش مشکل دارم. یعنی وای به حال دگرگیرم بیافتی. حمید معصوم نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام. قسمت بعدی یعنی بزرگترین مشکل من ایاش. این بازی ساخته شد اوکی، ما میگیم مثلا عالی بود، چون لب نبر چی بگی آدم؟ مردم بازی سوپر خفن اومد، همه جایزه رو درو کرد. یکی چرت و دهنه آقای کوجیمو بود، استرندینگ دوش که واقعا گفتم گادلایک ترین دایرکتوره بنظر من تاریخ گیمه. و خب شما همچه قانونی داری که بازیت نباید توش از AI استفاده بشه، وگرنه جایزه رو نمیبره. بعد که همه جایزه رو بر خبرش رو رفتی از AI استفاده کرده بودیم، حالا مگه مهمه؟ کی رو تو کس خاره یکی شو جایزه ها ازشون پس نگرفتن. آقای لاپوشونیه دیگه، لاشی چهری توش خواستید چیل کنید تو دهن کوجیمو، چیل کنید تو اون همه شرکت که بازی ساخته بودن که چرا؟ که گشته به لرد فیوته. این بازی به کست ننش خرنده و اکتشاف و گشته گذار باشه. این بازی صرفا خط برو جلو با سایتا بزن زدی نزدی ننت گاهیده است. قشنگ انگار رو رفتی داری شوش داری تو خیابون رد میشه ساعت 11 شب، قشنگ شبیه ساز شوشه دیگه. ببین میری جلو خیفتیران میان یا میزنن یا میکننت. این شکل بردارم من. بازی عرف داره. چرا من نمیام به متال گیر سال 2 کوسچر بگم؟ چرا من نمیام به بازی مثلا دیوید میکرای کوسچر بگم؟ چرا من نمیرم به این های بازی کوسچر بگم؟ میام به کوسچر میگم چون بازیت کوسچره، خودت کوسچری، کلا کوسننه. مثلا خیلی دارم فشار میخورم مادر چنده. من نمیفهمم، یعنی انقدر کوسچر. حساس برادر جق بزن، خودتو راحت کن. اگه تا اینجا ویدیو هم بودی که دیگه نظرت هم بنویسی، بازی کردی نکردی، حال کردی چیه بازیش. اگه هم میخواد من هیچ به تو خواهم نیستمش، من هم کار خودم رو انجام میدم، نظرم رو دارم میگم. اگه تو میخواد من هیچ بدی تو لایک و سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله روشن. اون ویدیوی بعدی رو با همون باش تا بریم مادر بیشتر گیم های تاریخ و انیما رو بگاهیم. فعلا خداحافظ.